ما در شهری مسافری هستیم. از سببی که در مسجدها بسیار رید می شود، پدرم مرا به نماز جمعه اجازت نمیدهند و من پنهانی از پدرم میروم و به پدرم دروغ میگویم و به این دروغ هم گناهکار میشم یا نه؟ برادر عزیز، نماز جمعه فرض است. اگر رفتن شما باعث زندان شدنتان شود و برای شما ضرر میرسانیده باشد، بله، یک مراتبه، دو مراتبه تا سه مراتبه، تا دو مراتبه حقی نرفتن دارید. لیکن تا که همین گونه زندگی میکنید، اینش هم برطرف کردن نکن. یا حجت هایتان را پره کنید یا به یک کشوری انتقال کنید که ناترسیده ناهراسیده به مسجد روید، ناترسیده و ناهراسیده طبق فرمان الله تعالی در روی زمین الله تعالی زندگی کنید. زمین از آن الله است، حق حکم از آن الله است، فرمان از آن الله است. بنده های الله اینو هیچ کسی نیستند. اینو همه با یک جمله کن فیکون الله تعالی مر گوید میمورن. اینو انا دیروز یا ظالم یا بنده الله تعالی رو ظلم میکند، چند روز نگذشته به هلاکت رسید. برای همین برادرای عزیز، از این مخلوق ها نترسید. وقتی که میترسید ترک کنید اونجا رو، به یک جای روید که یعنی که همین خیل این خیل نه که شما تا آخر عمر به جمعه از پدر پنهانی میرید و به پدر دروغ میگوید. دروغ هم نگوید، خرفت هم گوید. این سفارش الله تعالی هست. پدر شما هم باید رویم. ها حجتتون که نیست حجت کنید. خب برای چی همین در یک شهر بیگانه اومدیتون بی حجت میگردید؟ این نادرست است برادرها. وقتی که به یک جا رفتید، در همین جا زندگی کردن رو برای خودتون قرار دادید، پیش از اون که اونجا رفتید اول انتخاب کنید. این در شهری که شما انتخاب کرده رفتید دلالت به عقل و فراست همه آدم میکنه که برای چی همین کشور انتخاب کرده آمده است. این برای عقل و دینداری آدم وابسته از جایی که انتخاب کرده آمده است. برای همین برادرها برای خودتون شرایط خوب مهیا کنید، چون که شما همین کار کرده میتونید. شما که وقتی که یک قدم به سوی الله تعالی میگذارید، الله تعالی به سوی شما بسیارتر نزدیک میشه. خیلی آیات رو ذکر کردیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله تعالی حالت یک قومی رو تغییر نمیده تا اون دمی که خودشون تغییر ندهند. و یک جای روید که بیملال به نماز جمعه رفته تونید. اصلا وقتی که به یک کشور در آمدید، یعنی که شما مجبورید دیگه قانونی همونجاها رو رعایت کنید. آیدی مثلا حجت گذاری کردن غیر قانونی میگردید، میگنه دیپورت میکنه. در غیری وقتی چشم داشت، ناخواست، کاراتون ناتمام در این طرف، زن و فرزندانتون در اون طرف، یه انگل پول و مالاتون در این طرف و اون طرف، میگیره دیپورت میکنه. کی کاری شما رو مثل خودتون یعنی که حسن خاتمه میبخشد؟ برای همین برادرها این چیزا بعضی برادرها میگردن در همین کدام کشوری نمیشه غیر قانونی، بی حجت، بی چی. بعد یک روز یک مشکلی میشه، آخر حجت نداره. داخل یک گپی ها میرفتم گپ میزدم لیکن حجت ندارم. آیا به نماز جمعه رفته نمیتونید؟ برای همین برادرها خیلی نکنید. از همه مهم یعنی که حجت گذاشته درست کردن نکرد تا اینکه به عبادت شما خلال نرسانه. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. شما نماز جمعه رفتن تا واجب است، لیکن تا حجت نکنید نماز جمعه رفتن نمیتونید. پس همین حجت کردن واجب است، چون شما باید نماز جمعه روید، نماز در جماعت خوانید. اصلا آدم باید در گرد اطراف مسجد زندگی کنه تا اینکه اذان شنود. حتی اگر همسرتون هم اذان شنود، ببینید از اذان تا قامت دعا میکنند، دعاش قبول میشه و زندگیتون خیر و برکت نازل میشه. برادرها به سوی الله تعالی مراجعه کنید. خوشبختی در دست الله است، عمر ما و شما در دست الله تعالی است، بازگشت ما به سوی الله است، رزق ما رو الله تعالی میده. وقتی که ما به خاطر الله یک عمل میکنیم، الله تعالی اجر ما رو ضایع نمیکنه. برادرها برای همین دنیا را در درجه دوم و سوم گذارید. اول دین،
وللآخرة خیر لک من الاولی، آخرت برای تو بهتر از دنیا هست. سوره سبح اسم ربک الاعلی. بله استاد همه حجت ها 100% هست و بعد برم مشکلی میشود. حجت داریم همه 100%. چی اگر خودتون خار کرده در نزد همین خیلی آدمای ناکس؟ چی نکا؟ یا آدمی که شما رو چرکه میگود، شما رو قدر نمیکنه، شما انسان حساب نمیکند، حجتتون هست و شما رو با وجود همین غم میتید. قانون نیست در اونجا، اونا آدم نیستن. ترک کنید اونجا رو. زمینی الله تعالی وسیع هست. الله تعالی روز قیامت گفته نمیتونید که ای الله من به نماز نرفتم به سبب اون که عروس ها ما رو غم میدادن این آن. الله تعالی میگه که الم تکن ارض الله واسعه، مگر زمینی الله تعالی وسیع نبود؟ فتهاجروا فیها، پس به همونجا هجرت کنید.